به نام خالق هستی. سلام، من اسماعیل شاکری هستم و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری قدرت سیستم ایمنی بدن را صدها برابر افزایش دهید. ببینیم اول چی باعث میشه که قدرت سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا بکنه. ببینید زمانی که شما میترسید، استرس دارید، نگرانی دارید قدرت سیستم ایمنی بدن را کاهش میدید. و زمانی که شما خیلی آروم هستید، خیلی شاد هستید، خیلی بیخیالتر هستید، دارین قدرت سیستم ایمنی بدن را افزایش میدید. یعنی افکار منفی، ترس، نگرانی، استرس باعث میشه که قدرت سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا کنه. حالا هر چقدر ما سعی کنیم توی مسیر آرامش حرکت بکنیم، داریم در اصل قدرت سیستم ایمنی بدنمون رو افزایش میدیم. اینقدر پیگیر اخبارها و کلامهای منفی نباشید. زمانی که شما دارید پیگیری میکنید این اخبار منفی یا مخصوصا حالا در مورد این ویروس آمار کشته شده ها رو داریم میبینید، مرتب پیگیر این اخبار هستید، دارید ناخودآگاه ترس، نگرانی، استرس را داری به خودت القا میکنی و هر چقدر پیگیر این اخبار نباشی، شما ورودی های منفی به مغزت ندادی که باعث بشه که اون ترس ها و نگرانی ها ایجاد بشه و در یک آرامش بهتری هستی. و طبق قانون جذب اگر شما استرس داشته باشی، نگرانی داشته باشی، ترس داشته باشی، دلهره داشته باشی، داری فرکانسی به جهان هستی ارسال میکنی که من از این ترس ها، نگرانی ها، دلهره ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میخوام. این ضرب مسئله شنیدیم که از هرچی به ترسی سرت میاد. نیاز نیست که آقا خیلی بلنشی یه کار شاقی انجام بدی، اینقدر پیگیر این اخبار نباش. این اخبار شما مرتب داری روزی 3 بار 4 بار رصد میکنی، پیگیری میکنی، حاصلی برای تو نداره جز این که ترس و نگرانی داشته باشی. که پس این ورودی های منفی شامل اخبار تلویزیون، نمیدونم کانال های تلگرام، پیج اینستا که در مورد این موارد هست، در مورد بیماری هست، در مورد نگرانی هست، در مورد آمار کشته شده ها هست، این موارد پیگیری نکن، یواش یواش شما به آرامش میرسید. ببینید دوستان، بدن ما انقدر قدرتمنده که هر چیزی لازم داشته باشه رو تو خودش داره. و اینو بدونید زمانی که شما با افکار منفی، با فکر منفی، با ورودی‌های نامناسب فشاری میذارین روی این بدن، یعنی انقدر شما توسط افکار منفی، فرکانس‌های منفی، اخبار، ورودی‌های نامناسب، نمیدونم پیج هایی که در مورد این موارد منفی، آمار کشته شده ها، این موارد حرف میزنن، شما داری انقدر این ورودی ها رو به ذهنت میدی و انقدر به بدنت فشار میاری که قدرت سیستم ایمنی بدنت داری میاری پایین. و اگر دقت کرده باشید کسایی که خیلی پیگیر این اخبار هستن مرتب متاسفانه مریض هستن. و اینو بدونید زمانی که شما خیلی این اخبار پیگیری میکنید و قدرت سیستم ایمنی بدنتون رو انقدر میارید پایین که یه دونه ویروس آنفولانزا خیلی جزئی بدن شما را از کار میندازه و متاسفانه درگیر اون بیماری آنفولانزا میشید. فرق نمیکنه چه ویروسی باشه، زمانی که ما قدرت سیستم ایمنی بدنمون بالا باشه و سیستم ایمنی خیلی قدرتمندی داشته باشیم، هر ویروسی حتی اگر وارد بدن ما هم بشه بدنمون باش مقابله میکنه و اونو از بین میبره. حالا برای اینکه قدرت سیستم ایمنی بدنمون رو بخوایم ببریم بالا، مرحله اولش رو بهتون گفتم که ورودی های نامناسب به مغزتون ندید، فرکانس هاتون رو کنترل بکنید، پیگیر اخبار منفی، اخبار مثبت که نداریم، پیگیر اخبار، آمار کشته شده ها، حالا تو هر جا که هستن، توی پیج اینستاگرام، تلویزیون، کانال تلگرام، واتساپ، هر جایی اگر کسی ویدیو هم برات فرستاد بازش نکن، ببین. خب پیگیر این موارد نباش. مرحله دومش هم شما میتونید از
سابلیمینال قدرت سلامتی که من طراحی کردم و توی سایت shakerigroup.com هست میتونید استفاده بکنید. قدرت سیستمی ایمنی بدنتون صدها برابر میبره بالا. انقدر قدرتمنده که بدنتون ضد ضربه میشه در برابر هر ویروس و هر بیماری. اگر درگیر بیماری هم هستی، این سابلیمینال کمکت میکنه که سیستم ایمنی قدرتمندتری داشته باشی و شروع میکنه از درون با این بیماری ها مقابله کردن و بدن شروع میکنه به بازسازی کردن خودش. خیلی خوشحال و خوشبختم که در خدمت شما بودم. همواره شاد و سلامت و ثروتمند باشید. خدا نگهدار.